سلام استاد، خسته نباشی. سلام عزیزم، قربونت برم. استاد شبا چراغ ماشینم رو روشن میکنم ریپ میزنه ماشین، از چیه؟ میشه توضیح بدی؟ بله داداشم، ببین دوستای عزیزی که دارن این ویدیو رو میبینن، میخوام یه آموزش بهتون بدم در مورد اینکه شبا ماشینتون ریپ میزنه بعد اینکه چراغش روشن بکنید، آمپر میکشه، فیوز میسوزونه، دل میزنه ماشین، چراغاتون کم رو. بچه‌ها ببین کل این ایوا ایران از کابلای اتصال بدن است. دو تا کابل قوی از بدنه بکشید روی موتور، از سرباتری بکشید به بدنه، بذارید این جریان برق قوی بشه تا اینکه هم آمپر کشیدن ماشین درست شه، هم دل نزنه، هم فیوز نسونید، هم زور ماشینتون زیاد بشه. بچه‌ها پیام من میدارن آقا ما همه کاری کردیم، شب که میشه ماشینمون زورش کمه. آقا این نکات رعایت بکنی من قول بهت میدم ماشین شتابش زیاد میشه، شب دیگه اذیت نمیشه.